امسال در ناحیه شهرنو دهقانان خوجگی‌های پختکار در میدان زیاده از 500 گکتار زمین‌های آبی و هملالمی چگیت نوهای نمنگان 77 دوستی خوجند و اوریایی کش می‌نمایند. عین حال کشتی پرمدانه در خوجگی‌های خرد و میانه تابع جماعت‌های دهاتی چوس، استقلال، سبا متشکلانه جریان دارد. از روی معلومات‌های ریاستی کشاورزی ناحیه شهرنو تا امروز کشاورزان در میدان نزدیک به 200 گکتار کشتی پرمدانه گذراندند. خوجگی دهقانی نوروز یکی از خوجگی‌های پیشقدم ناحیه شهرنو به حساب رفته. کشاورزان اینجا نقشه دارند چگیت نوع دوستی کاشته حاصلناکی هر گکتار را نظر به سال گذشته افزون کردند و کوشش می‌نمایند که کشتی بهاری را سریع وقت و بی تلف گذرانند. کشاورزان این خوجگی دستور و هدایت‌های سرور دولت را سرمشق کاری خود دانسته میدان کشتی پخته را نسبت سال‌های گذشته افزون می‌نمایند. همچنین در خوجگی باغ‌های نو بنیاد گردیده کشتی دیگر نمود زراعت با موفقیت گذرانده شده است. امروز در خوجگی نوروز کشتی پنبه‌دانه آغاز یافت. ما در میدانی که ایستاده‌ایم این میدان 14 گکتار را تشکیل می‌کنه. امروز ما تخت هموار کردن زمین‌ها شروع شد. ما کوشش می‌کنیم که دورنمای در پیش ایستاده در مهلت‌های کوتاه به انجام رسانیم. خوجگی نوروز خوجگی سرسوحه بوده. در میدان 7 گکتار کارتوشکا، 7 گکتار پیاز، 20 گکتار دیگر نمود سبزیجات‌ها، 564 گکتار گندم، 80 گکتار جو، 120 گکتار زغیر و دیگر نمود زراعت‌ها کاشته شده است. و در مدت کوتاه کوشش می‌نماییم که همین کشتی پنبه‌دانه را به آخر رسانیم. در آینده کارهای بین قطارها با کارهای اگرونوتکنیکی را به سمت خوب مانده حاصل نقص باید ما پخته رویانیم. امروزها کشاورزان همه خوجگی‌های پختکاری ناحیه شهرنو از باد و هوای مساعد فصل بهار ثمرناک استفاده برده در صحرا به کشت پنبه‌دانه و دیگر سبزیجات مشغول می‌باشند. دهقانان خوجگی نوروز ناحیه شهرنو در پرورش زراعت و پختکاری و باغداری تجربه خوب کسب نموده نیت دارند سال دوان حاصلناکی پخته را از زمین‌های آبی به 30 سنتیمتر و زمین‌های للمی به 25 سنتیمتر رسانند.